برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست. گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست. آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک، جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست. این قافله از قافله سالار خراب است. اینجا خبر از پیش رو باز پسی نیست. تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خویش، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خویشم، به تو برمیخورم، اما آنسان شدم گم که به من دسترسی نیست. آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است. حیثیت این باغ منم، خار و خسی نیست. امروز که محتاج توام، جای تو خالی است. فردا که میایی به سراغم، نفسی نیست. در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب است. در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب است. وقتی همه بودن ما جز هوسی نیست. امروز که محتاج توام، جای تو خالی است. فردا که میایی به سراغم، نفسی نیست. درود و سلام دارم خدمت عزیزان شهد و شکری. ژالی بنشیان هستم در خدمت شما خوبان. با ما همراه باشید. ملت عشق، نوشته الیف شافاک، قسمت 4. فریاد زدم: بس است، داری میکشیش، همین را میخواهی؟ صوفیم، به بهای جانم دفاع می کنم از جان. قسم خوردم به مورچه هم آزارم نمی رسد. اگر پرنده ببینم سلیمان را به یاد می آورم. اگر ماهی ببینم یونس را. دستیاری رساندن است وظیفه‌ام، زندگی بخشیدن. اگر ببینم مردی به دیگری آسیب می رساند، برای دفاع از فرد ضعیف هر چه از دستم بیاید انجام می دهم. اما در آداب ما خشونت جایی ندارد. آنچه از من برمی آید این بود که بدن فانیم را مانند پرده‌ای بی جان
بکشم میان کاروانسرادار و کاروانی. کاروانسرادار خشمگینانه نگاهم کرد. درویش، تو این کار دخالت نکن وگرنه تو رو هم اونقدر میزنم که از کارت پشیمون بشی یا. اما هر دو می‌دانستیم که این حرفها لافی تو خالی بیش نیست. کمی بعد شاگردها آمدند و مشتریها را از روی زمین بلند کردند. دیدم یکی انگشتش شکسته، دیگری دماغش. همه جا را خون گرفته بود. سکوتی ترسناک بر کاروانسرا حاکم شد. کاروانسرادار راضی از زهر چشمی که گرفته بود به من نگاه کرد. با آنکه رویش به طرف من بود، خطابش به همه بود. مانند پرنده‌ای شکاری که بر افقهای دور حکم می‌راند، صدایش از بلندی‌ها می‌آمد انگار. دیدی درویش؟ با اینکه دلم نمیخواست بجنگم اما جنگیدم. چه کار دیگه میتونستم بکنم؟ یعنی میدونو برای این آدمای هار خالی میکردم. هر کاری که خدا بنده هاش رو این پایین فراموش میکنه، برپا کردن عدالت به دوش ما میافته. بار دیگه که باهاش حرف زدی اینو بگو، بدونه که اگه بره رو تنها رها کنه گرگ میشه. شانه تکان دادم. همانطور که به طرف در می‌رفتم زیر لب گفتم: اشتباه می‌کنی. این که میگم زمانی بره بودم و حالا گرگ شدم اشتباهه؟ نه، تا اینجایش درست است. واقعاً گرگ شده ای. می‌بینم. اما اشتباهت این است که به این کارهایت می‌گویی برپا کردن عدالت. کاروانسرادار پشت سرم فریاد زد: بیس ببینم، کارم با تو تمام نشده. به من بده کاری. در مقابل غذا و جای موندن میخوام خوابم رو تعبیر کنی. برگشتم و گفتم: اگر بخواهی کار بهتری برایت انجام می‌دهم. دستت را بده، فالت را بگیرم. بیان که چشم از مردمک چشمانش بردارم که انگار شعله می‌کشیدند، به طرفش رفتم. به نظرم آمد علاقه‌ای به این کار ندارد و به من اعتماد نمی‌کند. اما دست راستش را که گرفتم و باز کردم، مقاومتی نکرد. فالگیرها ادعا می‌کنند از کف دست آدم‌ها می‌توانند آیندهشان را پیشگویی کنند. من اما فقط گذشته را می‌بینم، راه‌هایی را که آدم طی کرده اما هیچ جوری نتوانسته پشت سر بگذارد. خطوط کف دست کاروانسرادار را بررسی کردم. عمیق بود، ترک خورده بود. متزلزل و بی ثبات بود خطهایش. انواع و اقسام خطوط مواج رنگی پیش چشمم پدیدار شد. در اطراف هر انسانی حاله‌ای از رنگ‌های متفاوت هست. حاله این مرد به خاکستری می‌زد. نوعی آبی کدر بود. گوهر روحش سوراخ شده بود. کناره‌هایش ریخته بود. انگار نیروی درونی برایش نمانده بود تا در برابر دنیای بیرون از او محافظت کند. در اصل کاروانسرادار به گیاهی میمانست که از درون خشکیده. برای جبران نیروی روحیش که از دست داده بود، نیروی جسمیش را 2 برابر کرده بود. ضعف درونیش در خشونت ظاهریش منعکس میشد. به همین سبب مدام برای دیگران رجز می‌خواند. ضربان قلبم تند شد، چون چیزهای جدیدی می‌دیدم. ابتدا تصویری را که داشت می‌آمد به سختی میشد تشخیص داد. انگار همه چیز را از پشت پرده توری می‌دیدم. بعد هرچه بود آشکارا در مقابل دیدگانم جان گرفت. زن جوانی با گیسوانی بلوطی رنگ، بر پاهای برهنه‌اش خالکوبی سیاه، شال سرخی کشیده بر شانه‌هایش. گفتم: یکی را که دوستش داشتی از دست داده ای. این بار دست چپ کاروانسرادار را گرفتم. سینه های زن رگ زده، شکمش باد کرده، انگار هر آن ممکن است بشکافد. در خانه آتش گرفته به دام افتاده. سوارهایی زین نقره‌ای خانه را محاصره کردند. دود کاههای آتش گرفته و بوی گوشت سوخته انسان هوا را سنگین کرده. سواران مغول با گردنهای کلفت و دلهای سنگینشان، سربازان چنگیزخان. حرفم را اصلاح کردم. 1 نفر نه، 2 نفر را از دست داده ای. زنت هنگام مرگ پا به ماه بوده. کاروانسرادار چشمانش را تنگ کرد. نگاهش را به چکمه‌های
حال داستان را از زبان الا میشنویم. به بوستون بازگشتیم و به خانه الا. بوستون 18 ماه می 2008. پس از جر و بحث با دختر بزرگ و شوهرش، محیط خانه چنان پرتنش شده بود که الا مدتی نتوانست ملت عشق را بخواند. انگار درست میانشان مدت زیادی دیگی در حال جوشیدن بوده و یک دفعه درش را برداشته بودند و همه بخار و فشار داخلش بیرون زده بود. قهرهای جدید به دلخوریهای قبلی اضافه شده بود. متاسفانه آن در نحس را هم کسی بر نداشته بود جز الا. چون به اسکات زنگ زده بود و گفته بود در تصمیمش برای ازدواج با دختر او تجدید نظر کند. مقدر بود خیلی بعدها از حرفهایی که در این مکالمه تلفنی زده بود به شدت احساس پشیمانی بکند. اما در آن زمان نه. در آن روز 18 ماه می آنقدر از خودش مطمئن بود که طوری حرف میزد انگار به کوههای استوار تکیه دارد و کوچکترین عیبی در این نمیدید که در زندگی دیگران مداخله کند. با صدایی بیغم، خونسرد و راحت پای تلفن گفت: سلام اسکات، منم الا، مادر ژانت. طوری حرف میزد که انگار تلفن کردن به دوست پسر دخترش در نظر او جزو وقایع عادی است. اگه فرصت داری کمی با هم حرف بزنیم. اسکات که به تته پته افتاده بود گفت: خانم روبشتاین، چه سورپرایزی، البته بفرمایید. با آنکه خیلی حیرت کرده بود کوشید ادب و نزاکت را رعایت کند. همان موقع الا با همان ادب و نزاکت به اسکات گفت که هیچ خورده برده ای از اون ندارد. برای همین نباید از حرفهایی که قرار است بشنود دچار سوء تفاهم شود. اما باید بداند هنوز برای ازدواج با دخترش خیلی جوان است. البته علاوه بر اینها هنوز بیکار و کم تجربه است. شاید این مکالمه تلفنی قلبش را بشکند و احساساتش را جریحه دار کند، اما خیلی زود می‌فهمد که الا چه می‌خواسته بگوید و به او حق می‌دهد. حتی چون به موقع چون این اخطاری داده، بعدها از او تشکر هم خواهد کرد. خیلی بهتر است که موضوع را بی سر و صدا فیصله بدهد. علاوه بر این خوب است درباره این مکالمه تلفنی حرفی به ژانت نزند. الا یکی یکی اینها را گفت. از آن طرف تلفن هیچ صدایی نمی آمد. سرانجام اسکات قدرت حرف زدن پیدا کرد و گفت: خانم روبینشتاین، به گمانم شما ما رو درک نکردید. ژانت و من عاشق همدیگریم. بیا و درستش کن. بفرمایید. باز هم همان حرفهای کلیشه‌ای. الا تعجب کرد که آدم‌ها چطور می‌توانند اینقدر صاف و ساده باشند. انگار اگر 2 تا دل یکی شوند دنیا بهشت برین می‌شود. یا عشق مثل عصای سحرآمیز است که با یک ضربه‌اش همه چیز عالی می‌شود. اما الا چیزهایی را که در ذهنش می‌گذشت نگفت. اینها را گفت: پسرم، می‌فهمم چه احساسی دارید، اما هنوز خیلی جوانید. از کجا معلوم یه وقت می‌بینی فردا عاشق کس دیگری شدی؟ خانم روبشتاین، لطفاً به حساب بیادبی من نذارید، اما اگر چنین احتمالی باشه برای همه هست، حتی برای شما. از کجا معلوم؟ یه وقت می‌بینید فردا شما هم عاشق کس دیگری شدید. الا خنده‌ای عصبی کرد. من زنی خانه دارم. انتخابی کردم که تا آخر عمر پاش می‌ایستم. شوهرم هم همینطور. چیزی هم که سعی می‌کنم به تو بفهمونم همین اسکات. ازدواج تصمیم ساده‌ای نیست. باید با جدیت و دقت همه جانبه همه جوانب رو سنجید. اسکات پرسید: یعنی شما الان دارید به من توصیه می‌کنید که چون ممکنه روزی عاشق کس دیگه‌ای بشم، آدمی رو که امروز دیوانه‌وار عاشقش هستم ترک کنم؟ صحبتشان بعد از این فرقی با قل خوردن از سرازیری نداشت. انتظارهای متقابل، درد دلها، یأس‌ها، متلک‌ها، همه با هم مخلوط شد. سرانجام تلفن را که قطع کردند، دستهای الا از عصبانیت می‌لرزید. فوراً به آشپزخانه رفت و کاری را کرد که هر موقع دلش می‌گرفت می‌کرد: غذا پختن. نیم ساعت بعد شوهرش تلفن کرد. باورم نمیشه الا، شنیدم به اسکات زنگ زدی و گفتی با دخترت ازدواج نکنه. مگه همچون چیزی ممکنه؟ خواهش میکنم به من بگو که چون این کار احمقانه‌ای انجام ندادی.
لحظه‌ای نفس الا بند آمد. تو رو خدا ببین خبرها چه زود پخش میشه. خیلی خوب، درسته، زنگ زدم، اما اجازه بده توضیح بدم. اما دیوید در وضعیتی نبود که اجازه چیزی را بدهد. نتوانست جلوی خودش را بگیرد. حرف الا را قطع کرد. چی رو میخوای توضیح بدی؟ چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ اسکات قضیه رو برای ژانت تعریف کرده. دخترت داغون شده. میخواد چند روز پیش لورا بمونه. تو رو نمیخواد ببینه. دیوید پس از کمی منومن کردن حرفش را زد. اگه از من میپرسی کمی هم حق داره که اینطوری احساس کنه. چرا اینقدر توی زندگی همه دخالت میکنی؟ آن شب فقط ژانت نبود که به خانه نیامد. دیوید با تلفن همراهش برای الا پیام فرستاد که کاری فوری پیش آمده و نمیتواند به خانه بیاید. توضیح نداده بود که این کار فوری چیست. قبلا هیچ وقت چنین کاری نکرده بود. رفتارش با روح زندگی زناشوییشان منافات داشت. از این گل میپرید و روی آن گل مینشست. این که آشکار بود. احتمالاً با زنهای دیگر ارتباطاتی داشت. حتی مشت پول خرج میکرد برای آنها. به هر ترتیب الا به همه اینها عادت کرده بود. اما تا آن روز پیش نیامده بود شوهرش شب به موقع خانه نیاید و موقع شام پشت میز سر جای همیشگیش نباشد. میانشان هر قدر هم که بد بود الا برای او غذا میپخت. دیوید هم هر چه توی بشقابش میگذاشتند با تبسم و تشکر میخورد و هر بار پس از غذا حتما از صمیم قلب میگفت دستت درد نکند. الا هر وقت این 3 کلمه را میشنید با خودش میگفت شوهرش سربسته از او معذرت خواهی میکند. و میبخشیدش. همیشه بخشیده بودش. الان اما شوهرش برای اولین بار مثل آدم‌های از همه جا بی خبر رفتار میکرد. الا برای وضعیت پیش آمده خودش را مقصر میدانست. اما راستش همیشه خود را مقصر دانستن و بار اشتباه‌های دیگران را به دوش کشیدن بخش جدایی ناپذیر شخصیت الا روبنشتاین شده بود. وقتی با 2 قلوها پشت میز نشست، احساس گناه جایش را به افسردگی داده بود. نه به پا بر زمین کوبیدن آیوی برای پیتزا سفارش دادن توجه کرد، نه به اینکه اورلی نمیخواهد چیزی بخورد. به هر دوشان تا خرخره، نخود فرنگی و سبزی آبپز خوراند. در نگاه اول هنوز همان مادر همیشگی بود که به بچه‌هایش نهایت توجه را می‌کند و طناب‌ها را سفت توی دستش نگه داشته. حالانکه در درونش خلایی بود که روز به روز بزرگتر می‌شد. سر حال نبود، حوصله هیچ چیز را نداشت. انگار آبستن خلا بود. هر دقیقه و هر ساعت که می‌گذشت، خلای درونش کمی بزرگتر می‌شد. حتما روزی می‌زایید. مجبور می‌شد با احساساتش رو در رو شود، اما نمی‌دانست در آن لحظه چه باید بکند. بعد از شام بچه‌ها به اتاقشان رفتند و الا پشت میز تنها ماند. سکوتی که اطرافش را گرفته بود لحظه‌ای سنگینی کرد و دلش زیر بار اوهام له شد. غذاهایی که آن همه برای پختنشان زحمت کشیده و وقت گذاشته بود، یکباره به نظرش بیهوده و بی‌مزه رسیدند. حتی بی آنکه متوجه بشود، دلش برای خودش سوخت. در آستانه 40 سالگی بود. 40 سال توی این دنیا گذرانده بود. ترسید که نکند زندگیش را بیهوده به هدر داده باشد. با آنکه محبت بیپایانی در وجودش داشت و میخواست ایثارش کند، کسی از او محبت طلب نمی کرد. ذهنش به طرف ملت عشق رفت. شخصیت شمس تبریزی توجهش را جلب کرده بود. با حالتی نیمه شوخی زیر لب گفت: کاش دور و برم کسی مثل اون بود. به زندگیم رنگ می بخشید. اینو که مطمئنم. یک دفعه در ذهنش مردی اسرارآمیز، قد بلند، مو سیاه، چشم و ابرو مشکی، با شلوار چرم و کاپشن موتورسواری جان گرفت. آن وقت اگر این مرد موهای سیاه افشان تا سر شانه ها داشته باشد و سوار هارلی دیویدسون قرمز رنگ هم بشود، دیگر معرکه است. بی اختیار به تصویر توی ذهنش لبخند زد. صوفی موتورسوار خوشتیپ و جذاب و اسرارآمیزی که در بزرگراهی خلوت با حد اکثر سرعت میراند. اگر الان برود کنار جاده و اتوستاپ بزند
و همچون مردی او را سوار ترک موتورسیکلتش بکند خیلی محشر می شود، مگر نه؟ با خود گفت اگر شمس تبریزی فال مرا می گرفت در گذشته‌ام چه می دید؟ آیا می توانست توضیح بدهد که چرا بعضی وقتها ذهن و فکرش اینطور زیر سایه ابرهای سیاه نگرانی و تشویش قرار می گیرد؟ می توانست بگوید با آنکه خانواده پر جمعیتی دارد چرا خودش را تنها و بیکس حس می کند؟ الا کنجکاو شد. یعنی در اطراف خودش هم حاله هست؟ اگر هست چه رنگهایی دارد؟ رنگهایش درخشانند یا مات و کدر؟ اما مگر این اواخر در زندگیش چه چیز درخشانی بوده؟ اصلاً چیز درخشانی بوده؟ درست در آن لحظه همانجا الا روبینشتاین، مادر 3 فرزند که در نور ضعیفی که از اجاق گاز میتابید تک و تنها پشت میز آشپزخانه نشسته بود، متوجه چیزی شد. هر قدر هم که پا بر زمین بکوبد و انکار کند، هر قدر هم که بر ضدش از این در و آن در حرف بزند، مدت هاست که جایی در اعماق وجودش محتاج عشق است، در حسرت عشق می سوزد.